بحث این که چقدر از زمین رو میتونیم نگه داریم و چقدرش رو میتونیم اشغال کنیم، آیا به صورت یه حجم توپر اون رو ببینیم اونجا، یا اون 3 تا 150 متری که بسیارم با سختی در اون دوره‌ای که در لواسون کار میکردیم مهم بود میتونن اینجا شکل بگیرن. برای ما به این صورت بود که این 3 تا 150 متر باید بیان کنار همدیگه و بتونن یک وید مرکزی رو ایجاد کنن، به شرطی که این وید یک حیات سه‌بعدی باشه. حیات سه‌بعدی یعنی برخلاف حیات‌های قدیمی ایرانی که از 4 طرف محصور بود، بتونه از جهت‌های مختلف با بیرون ارتباط بگیره. ولی اون چیزی که باز پروژه رو از انبوه پروژه‌های دیگه‌ای با چنین دیاگرامی جدا میکنه، اون لحظه‌هایی، اون مومنتایی که ما ایجاد میکنیم. برای من اون قسمتی که مکش کرده رفته اونجا و نوک پاش رو زمین گذاشته و وقتی شما در این خواب قرار میگیرید اونجا اون کشیدگی رو داره و از وقت مهمتر از کل دیاگرام پروژه است. و امروز تاکیدم بر اینه که چرا دیاگرام زدگی خودش میتونه باعث دید تقلیلی راجع به پروژه ها بشه و به این صورته که پروژه تلاش میکنه آشنازدایی کنه در عین حالی که پاش رو گذاشته برای یک مفهوم بسیار ساده‌ای مثل کدهای شهرداری، سطح اشغال و مثل مفهوم حیات.